آقای رئیسی، سوالی که به عنوان آخرین سوال خدمت شما مطرح میکنم این هست که مسئولیت در این بین با کیست؟ سیاستمداران، ریش سفیدان، معتمدان بلوچ، فعالان سیاسی بلوچ، تحصیل کرده های بلوچ، نمایندگان مجلسی که در مجلس نظام حضور دارند؟ خلل در کجاست؟ کمکاری از کیست؟ تا که باید ما شاهد فقر، فلاکت، گرسنگی، بدبختی، کشتار، اعدام، کمبود بهداشت، عدم آموزش زبان مادری و دهها مشکل و چالشی باشیم که در سال گذشته و سالهای گذشته بلوچ‌ها باش دست و پنجه نرم می‌کردند؟ مسئولیت در این میان با کیست و چه کسانی در این زمینه کمکاری کردند؟ خب با توجه به اینکه بلوچستان در چند سال اخیر، در یک دهه اخیر با یک نگاه ویژه‌ای از طرف حاکمیت دیده شده و یک فضای امنیتی و بسته‌ای رو اونجا ما شاهد بودیم، کوچکترین اعتراض، کوچکترین حقیقتی که نسبت به حقوق اولیه، حقوق بشر، حقوق شهروندانی که اونجا زندگی میکنن مطرح شده، با احضار و بازداشت و این گونه موارد متاسفانه جواب داده شده. حاکمیت در واقع خودش با توجه به اون پتانسیلی که مردم بلوچ در حل مسائل خود، در حل موضوعات مختلف دارند، فعالان مردم شهرهای مختلف تلاش کرده که حاکمیت این در واقع یک نفوذی رو به وجود داشته باشه که بتونه سیاست‌های خودش رو اونجا در واقع بیشتر پیش ببره. ما خود مردم هم میتونیم نسبت به اتفاقاتی که دور و بر ما اتفاق میافتن، مشخصا همین تیراندازی‌های نیروهای امنیتی به سمت شهروندان بلوچ، ناامنی‌هایی که بعضاً شواهد نشون میده که سیستماتیک هستند، فعالیت‌های اقتصادی که مخصوصاً در دولت ابراهیم رئیسی ما شاهد هستیم که با یک نگاه اقتصادی بلوچستان رو داره در واقع بهش نگاه میشه و از معادن گرفته، از سواحل گرفته، از بنادر بلوچستان گرفته، از حتی مرز که تنها جایی بود که شهروندان بلوچ کار سوخت‌بری میکردن، اونجا با طرح‌های مختلفی مثل طرح رزاق و اینجور مسائل تلاش شده که از چنگ بلوچ‌ها، از دست بلوچ‌ها خارج بکنه. در واقع رژیم جمهوری اسلامی مسئولیت کلیه این اتفاقات، کلیه این فقر، محرومیت و نبود امکانات و زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی و مواصلاتی، هر نوع اتفاقی که اونجا میفته حاکمیت مسئول است و ما از تمام مردم، از همه فعالان درخواست میکنیم که به صورت مسالمت آمیز نسبت به این وقایع واکنش نشون بدن و نسبت به موضوعات و اتفاقاتی که نقض حقوق بشری که اونجا اتفاق میفته ساکت نباشند و صدای خودشون رو به تهران یا به مقامات و مسئولان حاکمیت حتما برسونن که سکوت ما باعث میشه که ممنون و متشکر که حتما وقتی صدای مظلومیت مردم بلوچ به خامنه‌ای برسه، اون مسئولین تشویق نامه خواهند گرفت و تشویق خواهند شد که شما به بلوچ‌ها ظلم و ستم کردید.